پلیس روسیه با ایز گرم هر دو گمانبر حمله غارتگرانه به شعبه بانک بازسازی و رشد اورال در شهر اکاترینبورگ را معاین و دستگیر کرد. این حمله روز شنبه 29 ژانویه صورت گرفت و گمانبر شونده ها را علاقه 2 روز بعد دستگیر کردند. ابتدا گمان میرفت که بانک را 2 مرد نقابپوش غارت کردند، ولی معلوم شد که یکی از غارتگران زرینه نامزن زاده تاجیکستان بوده است. بنا به خبرها روز 29 ژانویه که روز استراحت بود، در اکاترینبورگ 2 نقابپوش به شعبه بانک بازسازی و رشد اورال حمله آورده با اشیاء مانند به سلاح به خزینه‌دار بانک تهدید کردند و به مبلغ 1.5 میلیون روبل را به یغما بردند. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم 4 ماده 162 کودکس جنایتی روسیه با اتهام راهزنی پرونده جنایتی گشودند. ایرینا ولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه گفت علاقه بعد 2 روز کارمندان پلیس شخصیت گمانبر شونده ها را معاین و آنها را دستگیر کردند. آنها یک زن و یک مرد ساکن شهر پروورالسک بوده، هر دو قبلا هم چند بار صلح شدند. هر دو به گناه خود اعتراف کردند. در جریان گفتگو یک قسم پولهای غارت شده را یافته مصادره کردند. همچنین 2 پیستولت پنوماتیکی را پیدا کردند. باور می رود که همین سلاح‌ها هنگام حمله به بانک استفاده شدند. هر دو گمانبر شونده را به حبس گرفتند و تفتیشات ادامه دارد. زرینه و شریک جنایتی او در ویدیو که وزارت کارهای داخلی روسیه نشر کرد بیانات میدهند که به سبب مشکلات مالیوی دست به این حمله راهزنی زده بانک را غارت کردند. درباره زرینه معلوماتی از این بیشتر داده نشده است. طوری به نظر میرسد زرینه از آن روستبارهای زاده تاجیکستان است که بعدا به روسیه کوچیدند.